نگیریم میخواجمش نگاه خبگی برش یا میزنمش کی میزنمش ویرو بیت میشوه چپلاق میخوره و مشت اگر گرفتنش باشه لیکن نباشه عادل بیرون باشد میگوی عادی که بگه مثال همراه دوست پسرت رفته ایستاده یک دختر اومد نمیاد دو دوست پسرت در این حالت چیکار میکنی نگیریم میخواجمش نه مثال اگر اون دختر نسبت شما کمتر بزرگتر باشه بزرگترم باشه من در پیش کاوالر خودم با بالاترم یگان گپی سوز میگیم چی خب میکنه چی گپی سوز میگی خیلی یکی میبره میزنمش ویرو بیت میشوه یگان وقت دوچار شده میولد شما چیکار میکنید خیلی میزنم میومد چیه عروس را چی با گپ میپرته جوان جو چی نکن میزنیش یا بار میفهمون دو بار میفهمون نفهمید خب میگه که جورا نشد بعد گپای دقیقا میگیرید دیگه میخوای میزنم چپلاق میخوره و مشت چیکار میکنید نمیدونم خیلی اول با گپ خوب ممکن است گفتن اگر که نفهمیدن خیلی مجبور میشید نمیگذار نمیری کو شما چیکار میکنید در این حالت میکشم مکنکش میکنید یا میزنمش کی خیلی چیکار میزنید این نبخه میزنمش خیلی در این حالت باید او چخیلی بگم او بچه را بگیری نکزت کنی مقصد خیلی خیلی چخیلی نکزت میکنی خیلی میزنیش چخیلی نکزت میکنی میزنی مشتو لگت میخوردم خیلی کنش نکن میزنیش چیکار میکنی جدی یگان وقت میزنیش دیچار شده به همین حالت ای بدگه همین مقصد اگر وای کنکرت نگرفتن باشه میخیزی قطعی جنگ کنیم شاید بزنش اگر گرفتنش باشه لیکن نباشه عادل بیرون باشد میگوی عادی که بگه همینم گرفتنیم کاروچی لذت نکنه مشتو لگت نه مشتو لگت نفهمیده شده در این حالت میگردم میگم که برادر کار تنها که خیلی دوستختری ما یا یگان رفیق ما طوری نمیگلتا میگم نه که نصیحتش میکنم یا بو نه که دیدم بسیاری حالت همون آدم ما غم داد برای انداخته در اون حالت ما بخش رو تر میفهمونمش چیکار میکنید در این حالت نگاه خبگی برش چیکار میکنی میپرتم میرم چیکار میکنی دوست دختر تا میپرته میره مثال همراه همکورس تو همصنفت باشه چی دختر یک همراه رفته ایستاده از همصنف چیکار میکنی در این حالت چیکار کنم بیام گاو نزنم چیکار بکنم نه چیکار میکنی مثال در همون حالت مثال این خیلی دوست دخترتون باشه چیکار میکنی میفهمونی و بچه را کی کن در کار نیست که وایم خواهر داره وایم مادر داره وایم اپل داره Не знаю. یگان عمل نشون نمیده Нет. مکنکش نمیکنی بعد نشون میده وقتی که بعد دورتر که رفتی خونه داشتی بعد نشون میده هر دختر گپ میپرتم میگه خیلی ما کار میکنیم که بفهمونیمش اول اگر نفهمد بعد مجبور میشیم خیلی ما در شما از اول یعنی از اول این برنامه نگفتیم که چی برنامه ما با چی مقصد آمدیم یعنی پیش همین شرشره آمدیم و از تمام ساکنان پایتخت یعنی همون سوالی که مثال در همراه یک دوست پسر رو یا همراه یک دوست دختر رو رفته ایستاده باشه که یک جوان و یا یک دختر دیگر یعنی بیگانه نمیاد دادگاه پرتاف در همین حالت چیکار میکنه همین بود خیلی ما کمتر سراسیمتر شدیم و از یاد برآوردیم که مثال سلام علیک یعنی کجا رفتیم چیکار کردیم یعنی این رو فراموش کردیم خیلی بخشش هم از همتون پادپیچکای محترم دوستان عزیز حتما از این برنامه ما خودمان شناس میکنیم خیلی نمیدونم حاضر سلام گویم خیلی با همین خیر تا برنامه‌های نوبتی